سلام رفقا، امیدوارم که حالتون عالی باشه. در خدمت شما هستیم با حل یه سوال جبر. سوال چی گفته؟ گفته که اگه A بزرگتر از B باشه، B بزرگتر از 1 باشه و لگاریتم A بر پایه B به علاوه لگاریتم B بر پایه A شده باشه 2.5 و A به توان B مساوی B به توان A باشه، آنگاه A به علاوه B چند؟ من پیشنهاد میکنم ویدیو رو همینجا پاز کنید، استوب کنید، خودتون یه مقدار روش فکر کنید، یه مقدار از حل رو پیش ببرید، شاید خودتون هم حلش کردید. بعد ادامه ویدیو رو با ما همراه باشید. خب اگه من بخوام اینو حلش کنم، یکی از کارهای خوبی که برای این سال میتونم انجام بدم چیه؟ اینه که تغییر متغیر بدم. چیکار میکنم؟ میام این لگاریتم A بر پایه B رو اینو میگیرم آلفا. اگه اینو بگیرم آلفا، این چی میشه؟ این میشه 1 آلفا. این یه قضیه هست توی لگاریتم ها. حالا من میام این قضیه رو براتون اثبات میکنم برای کسایی که دوست دارن این قضیه رو مفهومی یاد بگیرن و حفظش نکنن. قضیه چیه؟ قضیه اینه، میگه که لگاریتم A بر پایه B مساوی با 1 بر روی لگاریتم B بر پایه A. اگه بخوام اینو اثباتش کنم چیکار میکنم؟ میام اینو یعنی لگاریتم A بر پایه B رو مساوی x قرار میدم. وقتی اینو مساوی x قرار بدم میتونم بگم B به توان x مساوی با A. از طرفین معادلم یه رادیکال فرجه x میگیرم. خب چی میشه؟ این رادیکال فرجه x دیگه، زیر رادیکال هم b به توان x. خب این دوتا با هم ساده میشه. این ور که میشه خود b. ادامهش رو این پایین مینویسم براتون. اونم میشه چی؟ رادیکال a فرجه x. دوستان قبول دارید این رادیکال a فرجه x همون a به توان 1x اومه؟ یعنی اگه من بخوام اینجا بنویسم میشود b مساوی با a به توان 1x. خب معادلم حل شد دیگه، معادلم اثبات شد. یعنی چی؟ یعنی لوگ b بر پایه a چه 1x، a به توان 1x مساوی با b. اینجا من اینو گرفته بودم x، خب طبیعتا این میشه 1x. این هم از اثباتش. خب دوستان تغییر متغیر دادیم به آلفا، اینم که شد 1 آلفا. حالا به معادله جدیدمون اینجا بنویسیم، میشه آلفا به علاوه 1 آلفا مساوی است با 5. یعنی بخوام حلش کنم میام طرفین رو در یه آلفا ضرب میکنم. این میشه چی؟ میشه آلفا 2. این میشه 1. این هم میشه 2.5 آلفا. اینو بیارمش این بر. خب این معادله درجه 2 هم میتونم فرمول کلی دلتا حلش کنم، هم میتونم با جمله مشترک حلش کنم. جمله مشترک بخوام حلش کنم چیه؟ کدوم دوتا عددن که جمعشون میشه منهای 2.5 ضربشون میشه 1. خب هر دوتاشون منفی هن.
چرا؟ چون ضربشون شده یه عدد مثبته، پس هم علامت انجامشون هم منفیه. کدوم دوتا؟ آفرین، منهای 2 و منهای 1 دومه که شده چی؟ شده 0. پس یکی از ریشه های معادلم 2، یکیش 1 دوم. حالا یه فرضی که داشتم توی صورت مثلا چی بود؟ این بود که آ بزرگتر از بیه. خب وقتی آ بزرگتر از بیه، قطعا لگاریتم آ بر پای بی بزرگتر از یکی دیگه. اگه آ کوچکتر از بی بود، لگاریتم آ بر پای بی کوچکتر از یک بود. اما چون لگاریتم آ بر پای بی رو خواسته و من میدونم آ بزرگتر از بیه، پس آلفا بزرگتر از 1، پس 1 دوم نمیتونه باشه و 2 میتونه باشه. خب آلفا رو ببخشید آلفا رو مساوی 2 به دست آوردیم. پیش کنم آلفا رو مساوی 2 به دست آوردیم. آلفا چی بود؟ آلفا بود لگاریتم آ بر پایه بی مساوی 2. یعنی چی؟ یعنی ب به توان 2 مساوی با آ. حالا میام تو این یکی فرضم جای آ میذارم ب2 به توان ب مساویست با ب به توان ب2. خب این ب به توان 2 به توان ب میتونم بنویسم ب به توان 2 ب. اونورم که بود ب به توان ب2. چون پایه ها یکی‌اند، توان ها هم یکی‌اند که این دوتا با هم برابر شده. نتیجه چی میگیرم؟ نتیجه میگیرم 2ب مساویست با ب ضرب در ب. ب2 میشه ب ضرب در ب دیگه. خب یه ب رو از طرفین صادر میکنم، ب شد مساوی با 2. وقتی ب شد مساوی با 2، آ میشه چند؟ ب به توان 2 میشه آ میشه 2 به توان 2 یا 4. ب شد 2، آ شد 4، آ به علاوه بی میشه 4 به علاوه 2 یا 6. دوستان ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم از این سال خوشتون اومده باشه. اگه که دوست دارید باز من ویدیو اینجوری براتون آپلود کنم، ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، ما خوشحال میشیم همراه ما باشید.